سلام دوستا و همکارای عزیز. کار باقی که شروع کرده بودیم تقریبا داخلش دیگه تمومه و اینکه اگر میخوایم بدونین که چطوری موقع برش جای لوله در آوردن، جای برش های قدی چطوری انجام بدیم که لپر نشه سرامیک کاشیمون، فقط یه راه حل داره. الان اینجور که داریم میبینین سرامیک کف کامل کار شده. یه چیز میخوام بهتون بگم بچه، سرامیک های پورسلانه ما ملات یکم صفر ریختیم، چسب و با سیمان سفید چسب مایع رو قاطی کردیم، مخلوط کردیم و به میزانه حالا یه ذره صفر باشه، نه زیاد صفر باشه نه زیاد شل. زیر کار ریختیم خیلی شیک، بندا تمیز، کاشی درجه 3 که توجه کنید خیلی دقیق و تمیز در اومده. این هم همومش که هموم با دستشویی توالت فرنگی مشترک بوده. کف اینجا هم همونجور با سیمان سفید و چسب قاطی کردیم، زیر کار انجام دادیم کارا. جای لوله ها وقتی که میخواین جای لوله ها رو در بیارین، تنها راه و تنها کاری که میتونین بکنین سرامیک لپر نشه، چه سرامیک چه کاشی. فقط و فقط اینه که موقعی که میخواین اندازه بزنین، اون قسمتی که میخواین برش بزنین یه تیکه چسب کاغذی، چسبای کاغذی که همه جای لوازم تحریری ها دارن، یا حتی چسب 5 سانتی بذارین با خودکار یا با مداد که میخواین خط بکشین، راه خط بکشین و برش انجام بدین. دوستان نظر داشتن